به نام خدا و با عرض سلام خدمت هموطنان عزیزم. در این آموزش قصد دارم تا نحوه تهیه نقشه ماهواره‌ای از شهر یا محل مورد نظرتون رو خدمت شما آموزش بدم. برای این کار به 3 تا نرم افزار نیاز داریم. یکی نرم افزار فتوشاپ، دیگری نرم افزار گوگل ارث و یک نرم افزار GIS به نام ال شایار اسمارت. نرم افزار فتوشاپ رو که همه میشناسید و باهاش آشنایی دارید. نرم افزار گوگل ارث ورژن‌های مختلفی داره. من روی ورژن 7.1.2 تونستم این کار رو انجام بدم. ورژن جدیدتر جواب نداد. پس خواهشم این است که حتما همین ورژن رو دانلود بکنید و برای دانلود این نرم افزار میتونید توی موتور جستجوی گوگل اسمش رو تایپ بکنید. اولین سایتی که در واقع بالا میاد میتونه لینک دانلود این نرم افزار باشه. روی گزینه ویزیت سایت کلیک میکنیم و از این قسمت روی لینک دانلود کلیک میکنیم تا دانلود آغاز بشه. خب این نرم افزار رو من قبلا دانلود کردم، دیگه نیازی به دانلودش نیست و مراحل نصبش هم مثل بقیه نرم افزارها راحت است. تا اینجا مقدمه بود. حالا برای شروع کار نرم افزار گوگل ارث رو اجرا میکنیم. برای مثال من از این قسمت شهر محل تولدم یعنی شهرستان قیروکارزین رو سرچ میکنم و گوگل ارث ما رو به این شهرستان که در واقع 160 کیلومتری جنوب شیراز هست میبره. زوم میکنیم تا شهر پیدا بشه. تا جایی زوم کنید که همه شهر در اون دسکتاپ شما یا صفحه مانیتور شما قابل رؤیت باشه. تصویری که الان ملاحظه می‌فرمایید در واقع دید عمودی نیست. برای اینکه ما یک دید عمودی نسبت به این شهر داشته باشیم از این قسمت روی این علامت کلیک می‌کنیم. خب الان دید ما عمودی شد و روی در واقع جهت شمال کلیک می‌کنیم تا دقیقاً شمال جغرافیایی با این تصویری که ما می‌بینیم منطبق بشه. یک بار دیگه کلیک می‌کنیم تا مطمئن بشیم و از این قسمت روی خطکش کلیک می‌کنیم. گزینه پایلون رو انتخاب می‌کنیم و یک مستطیل اطراف شهر یا اون محلی که می‌خوایم ازش نقشه تهیه کنیم ایجاد می‌کنیم. دقت داشته باشید این گوشه‌های تصویر میتونه خیلی به ما کمک بکنه تا یک مستطیل دقیق ایجاد بکنیم. اینجا یک کلیک میزنیم، سمت راست باز به همین صورت. خب مستطیل ایجاد شد. سیو میکنیم، یک رنگ بهش اختصاص میدیم و اوکی رو میزنیم. از این قسمت اون مستطیلی که ایجاد کردیم قابل نمایش است. روی این مستطیل راست کلیک کرده و گزینه سیو پلیس از رو کلیک میکنیم و روی دسکتاپ با همون نام ذخیره میکنیم. خب مرحله بعد ایجاد یک پلیسمنت هست. در واقع یک نشانه اینجا ایجاد میکنیم. دقت داشته باشید که این قسمت در واقع باید به همین صورتی که میبینید باشه، چون طول عرض جغرافیایی نمایش‌های مختلفی داره که
از تنظیمات نرم افزار قابل تغییره. اینو خدمتتون عرض میکنم و این در واقع پلیسمنت رو هم ذخیره میکنیم. بعدا متوجه خواهید شد که چرا من این کار رو انجام میدم. خب قبل از اینکه نرم افزار رو ببندم خدمتتون عرض کنم از قسمت تولز، آپشن و این قسمت میتونید در واقع طول و عرض جغرافیایی رو به صورت اعشاری، به صورت ساعت، دقیقه و ثانیه و فرمت‌های مختلفی ببینید که باید روی این قسمت اولی در واقع دسیمال دیگریز سیو شده باشه. خب نرم افزار رو میبندیم. این در واقع اون مستطیل و مختصاتی که ما ایجاد کردیم. روی مختصات شهرستان دبل کلیک میکنیم و بعد روی اون کادر مستطیلی که ایجاد کرده بودیم کلیک میکنیم. اگر یک بار دیگه روی مختصات در این قسمت دبل کلیک بکنید، همون دید عمودی که قبل از اینکه نرم افزار رو ببندیم داشتیم به ما خواهد داد. خب تا اینجا مشخص شد که ما میخوایم نقشه ای از این شهر تهیه بکنیم. حالا میریم و نرم افزار GIS رو اجرا میکنیم. از منو تولز گزینه دانلود فرام گوگل ارث رو کلیک میکنیم. خاصیت این نرم افزار این که میتونه در واقع طول و عرضی رو که شما به این نرم افزار میدید به گوگل ارث دستور بده و گوگل ارث رو به اون مختصات مورد نظر ببره با زوم دلخواه. از این قسم میتونید زوم رو تعیین بکنید. خب اگه اینجا ملاحظه بفرمایید گوگل ارث هنوز به این نرم افزار کانکت نشده. روی گزینه لاگین گوگل کلیک میکنید. بله، گوگل ارث کانکت شد و باید طول و عرض محل مورد نظرتون رو در این قسمت وارد کنید. خب وارد نرم افزار گوگل ارث میشیم. دوباره زوم میکنیم. فکر میکنم این زوم برای تهیه نقشه من مناسب باشه. دوباره یه پلیسمنت ایجاد میکنم به اسم نقطه شروع و یه مستطیل دیگه به نام موزاییک اول. نقطه شروع رو سیو میکنم و موزاییک اول رو هم سیو میکنم. دوباره نرم افزار رو میبندم.
و مراحل رو از ابتدا انجام میده. این در واقع ذخیره کردن اینا به این درد میخوره که اگر شما مثلا وسط کارتون نیاز داشتید که کار رو متوقف کنید برید و ادامه کار رو بعدا انجام بدید. مثلا ممکنه شما یه شهر خیلی بزرگ رو بخواید انجام بدید و همه این کار در طول نیم ساعت یا یک ساعت یا 2 ساعت قابل انجام نیست و ممکنه چندین روز یا چندین هفته به طول بیانجامه. اینا به این درد میخورن. الان من روی پیرکارزین دوباره کلیک میکنم. روی مختصات شهرستان، دید عمودی، روی نقطه موزاییک اول این قسمت و بعد نقطه شروع. یک بار دیگه هم می‌تونید انجام بدید. روی این نقطه شروع راست کلیک کنید و طول و عرضش رو کپی کرده و در یک فایل تکست یادداشت کنید. در ادامه کار متوجه خواهید شد که این کار چه درد می‌خوره. کپی، میون، پیست. حالا این دوتایی رو که کپی کردید در این قسمت میتونید در نرم افزار GIS پیست کنید و بهش دستور بدید که شما رو به اون نقطه ببره، هرچند که الان شما در اون نقطه هستید. از زوم دلخواه ما در واقع زوم 200 متر رو انتخاب میکنیم ببینیم چه دیدی به ما میده. گزینه گوتو رو کلیک میکنیم. این پیغام میگه که کانکت نیست. کانکت میشیم. گوتو اینجا پیغام ساکسس به ما داد، یعنی که نرم افزار شما رو به این مختصات داد. خب زوم 200 متر از اون زومی که ما ابتدا تنظیم کرده بودیم کمتر. خب زومش رو میبریم بالاتر. 100 متر رو انتخاب میکنیم. تقریبا همون زومیه که ما میخواستیم. مزیت کار کردن با این نرم افزار GIS چیه؟ شما اگر الان از این قسمت گزینه فایل و سیو ایمیج رو کلیک بکنید و این تصویر رو ذخیره بکنید و با دست این نرم افزار رو به این ور بکشید و دوباره ذخیره بکنید، بعداً که میخواید این عکس‌ها رو تو فتوشاپ با هم همپوشانی بکنید متوجه میشید که در واقع لبه های عکس روی هم ست نمیشه و خیلی شما رو زحمت میده. الان ببینید من تصویر رو به هم زدم، میام روی نرم افزار دوباره گزینه گوتو رو کلیک میکنم همونجور که ملاحظه میفرمایید برگشت به همون نقطه ابتدایی. خب من از این قسمت گزینه مپ آپشن این تیکا رو برمیدارم تا یه تصویر بدون تبلیغات یا چیزای دیگه به من بده. از این قسمت بالاترین کیفیت رو برای عکس انتخاب میکنم و گزینه سیو ایمیج رو میزنم. روی دسکتاپ هم یه پوشه ایجاد میکنم به اسم ریکاردینگ اوپن و اولین عکسم رو به اسم 201 سیو میکنم. خب به نرم افزار GIS
دستور میدم که یک واحد ما رو به سمت راست ببره. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید فقط عرض جغرافیایی تغییر میکنه و طول جغرافیایی تغییر نمیکنه. دوباره گزینه گوتو رو میزنم، میام توی نرم افزار گوگل ارث، ببینید یک مقدار به سمت راست اومده. البته بعضی مواقع این میزان حرکت تصویر ممکنه کم باشه، ولی خب مشکلی نیست. دوباره تصویر رو سیو میکنم، اسم 202. برای اینکه این خط قرمز داخل تصویرتون، تصویری که ذخیره میکنید نباشه، میتونید از این قسمت تیکش رو بردارین، حتی این تیک رو هم بردارین و بعد تصویر رو ذخیره بکنید. من به اسم همین 202 دوباره ذخیره میکنم. بله، یه واحد دیگه دراز، سه، و این کار رو اینقدر ادامه میدم تا به ضلع اینوری برسم. به اینجا که رسیدم به نرم افزار میگم که، البته خب الان نرم افزار در این نقطه نیست، میگم یک واحد بیا پایین، عکس رو سیو میکنم، بعد یک واحد به سمت چپ به صورت خطی این تصاویر رو ذخیره میکنم تا کل اون در واقع مستطیل زردی رو که اول ایجاد کرده بودیم پوشش بده. بعد از که این کار انجام شد، نرم افزار فتوشاپ رو اجرا میکنیم. گزینه نیو رو کلیک میکنیم، این مقدار روی سانتی متر قرار بدیم و اون بوم یا سایز مورد نظر رو انتخاب کنیم. مثلا من میخوام 2 متر در 200 سانتی متر در 150 سانتی متر با رزولوشن 72 پیکسل در سانتی متر نقشه من باشه. دوباره منو فایل اوپن و تصاویری رو که ذخیره کرده بودیم توی نرم افزار فتوشاپ باز می‌کنم. روی این قفل کلیک میکنیم، تصویر رو میکشیم و در این قسمت قرار تصویر دوم زوم میکنیم. خب همونجور که ملاحظه می‌فرمایید نقاط مشترکی در عکس شماره 2 و عکس شماره 1 هست. اینا رو در واقع اون عکس شماره 2 رو یه خورده اوپاسیتیش رو کم میکنیم تا بتونیم تصویر زیری رو ببینیم و طوری اینا رو روی هم دیگه قرار میدیم تا کاملا همپوشانی اتفاق بیفته. بعد از اینکه همپوشانی اتفاق افتاد، اوپاسیتی رو به روی 100% برمی‌گردیم. یه خورده میریم به راست، تصویر شماره 3 و این کار رو اونقدر انجام بدیم تا یه تصویر کاملی از اون محل مورد نظر به دست.
امیدوارم که این آموزش مفید واقع شده باشه. به امید موفقیت و سلامتی همه هموطنان عزیز.